6 گروه از اتباع افغانستانی می توانند در ایران بمانند. مدیر کل امور اتباع وزارت کشور ایران اعلام کرد که 6 گروه از مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری اجازه ماندن در ایران را دارند. 1. افرادی که یکی از زوجین کارت آمایش دارد و دیگری برگه سرشماری دارد. 2. خانواده هایی که سرپرست آنها مدرک آمایش دارد اما همسر و فرزندانشان برگه سرشماری دارند. 3. اتباعی که پاسپورت معتبر دارند اما ویزایشان منقضی شده است. این افراد باید جریمه پرداخت کرده و با دریافت ویزای خروج دوباره به ایران بازگردند. 4. کسانی که شناسه شغلی یا کارت کار دارند در مهلت تعیین شده می توانند مدرک قانونی دریافت کنند و این افراد می توانند پس از دریافت مدرک قانونی به شغل خود در کشور ادامه دهند. 5. نیروهای نظامی، کارمندان یا مقامات دولت پیشین افغانستان که برای تعیین تکلیف به سازمان‌های بین المللی معرفی می‌شوند. 6. افرادی که با خروج از ایران و دریافت گذرنامه معتبر امکان بازگشت قانونی خواهند داشت. همچنین خانواده‌هایی که فرزند دانش آموز دارند اما شامل این گروهان نمی‌شوند از 15 تا 29 اسفند فرصت دارند به دفاتر کفالت مراجعه کنند و به محض اتمام سال تحصیلی فرزندانشان تعیین تکلیف می‌شود.